این احتمالاً طولانی ترین قطار سوپرلیفت دو طبقه در تاریخ است. طول کلی آن به طور شگفت انگیزی به 7362 متر میرسد، با باربری 82 میلیون کیلوگرم و وزن کل بیش از 100 میلیون کیلوگرم که معادل یک ناو هواپیمابر عظیم است. این قطار از 8 لوکوموتیو و 682 واگن تشکیل شده که 2 لوکوموتیو در جلوی آن قرار دارند و 6 لوکوموتیو دیگر در میانه و انتهای قطار پخش شدند. وقتی در جلوی قطار می‌ایستید، حتی نمی‌توانید انتهای آن را ببینید. برای حرکت روان آن روی ریل‌ها، علاوه بر لوکوموتیوهای دیزلی قدرتمند در جلو، موتورهای دیگری نیز در قسمت‌های میانه و انتهای قرار دارند. این قطار در منطقه دره تامسون در جنوب مرکزی کانادا حرکت می‌کند و وظیفه اصلی آن حمل سنگ آهن به بندر است. هر سفر این قطار می‌تواند 82 میلیون کیلوگرم بار را از معادن منطقه نیکولا حمل کند که وزن کل آن 100 میلیون کیلوگرم است.